یه خانومیه تو نیشابور عاشق شده بود. تا شنید یه نفر داره میره پیش معشوقش، اومد گفت این پارچه رو خودم بافتم با دست خودم، هدیه بده به امام زمانم. یه سکم آورد، گفت این سکم کمه ولی بده به امام زمان. اومد پیش امام کاظم علیه السلام، نماینده امام، پارچه رو داد و اون سکه رو داد. امام خیلی خوشحال شد، بلند شد رفت یک کفن آورد، فرمود این پارچه کفنی رو خواهرم حکیمه از پنبه مزرعه مادرم فاطمه زهرا برای من بافته، اما این خانم 19 روز دیگه دنیا میره، این پارچه رو هدیه بده به این خانم. یک کیسه هم امام آوردن 40 درهم توش بود، اون خانم 1 درهم داده بود. امام فرمودن سلام منو به این خانم برسون و بهش بگو 19 روز دیگه که از دنیا میره نگران نباشه، من بالا سرش میام، منو میبینه و جان میده، نماز میتش هم من میخونم. ببینید یه هدیه داد چه اتفاقی افتاد. به امام زمانمون هدیه بدیم. چی هدیه بدیم؟ بعد از نماز 3 تا قل هوالله بخون، انگار تمام قرآن رو خوندی، ثوابش رو هدیه کن به محضر امام زمانه. ببین چه اتفاقی میفته. قرآن میفرماید اگر کسی به شما هدیه داد، یه هدیه بهتر بهش بده و امام زمان حتما به قرآن عمل میکنه.